فرمولایی که داخل مولر داریم، یکی برای گرفتن بلندی کف حلقه باید 1/10 دور سینه به اضافه 10.5 به اضافه آزادی بشه که جدول آزادی ها رو میذارم براتون. بعد میرسیم به بلندی سینه که 1/4 دور سینه به اضافه 3 الی 5 سانتی متره. کارور جلو که 1/4 سینه منهای 4 به علاوه آزادی. کارور پشت 1/8 دور سینه به اضافه 5.5 به اضافه آزادی. بالاتنه پشت 1/4 تمام قد منهای 1 بالاتنه پشت تا خط باسن که روی مولاژ بهتون نشون میدم که بالاتنه پشتمون رو به اضافه بلندی کف حلقه میکنیم که کف حلقه هم باز بهتون نشون میدم روی مانکن توی ویدیو بعدی. 1/2 پهنای پشت یقه که میشه 1/10 نصف دور سینه به اضافه 2. بالاتنه جلو که میشه بالاتنه پشت به اضافه 4 برای سینه هایی که 80 تا 90 سانته. گشادی کف حلقه که میشه 1/8 دور سینه منهای 1.5 به اضافه آزادی هامون.